قانون اصلی کارما قانونی است که تمام قوانین کارما به آن ختم می‌شوند. قانون اصلی می‌گوید هر چه بکارید همان را برداشت می‌کنید. شما بر تمام اعمالتان کنترل کامل دارید، در حالی که بر بسیاری از نتایج مطلقاً هیچ کنترلی ندارید. گرچه سرانجام تمام اعمال خوب به نتایج خوب منجر خواهد شد. زمانی در اخبار میگفتند مردی 5 سال پیش از کارش اخراج شد. او با اسلحه به محل کارش رفت و به چند نفر هم شلیک کرد. با اینکه کسی جراحت جدی بر نداشت، اما اون تا آخر عمرش به زندان افتاد. حالا مرد دیگری را در نظر بگیرید که به خاطر خلاق نبودنش اخراج شد. او مدتها در حال تلاش برای پیدا کردن سرمایه گذار برای پروژه‌اش بود و در نهایت یک نفر حاضر شد به او پول بدهد. در نهایت اون مرد دیزنیلند را ساخت. هیچ کدوم از این مردها خوش اقبال نبودند. آنها هر روز انتخاب‌هایشان را دنبال می‌کردند و آنچه کاشته بودند را برداشت کردند. اگه به آنها می‌گفتید قرار است سالها بعد کجا باشند، قطعاً هیچ کدام باور نمی‌کردند. از جهت افکار و عملکردهایتان مطمئن شوید. آنها می‌توانند مخرب باشند یا سازنده.